وقتی که به یه مکانی میرسد که در آنجا امروزها چراغ سبز ماندند، در آنجا مردها میدوند. حضرت هاجر در اینجا دویده هستند و زنها نمیدوند، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به زنها مشروع نکردند. وقتی که زنها میدود احتمال نمایان شدن عورت آنها هست و شریعت از آنها طلب نکرده است که آنها بدوند. بنابراین دویدن خاص به مردها هست. مستحب است که بین دو علم، بین دو همون اشاره که گذاشتند معلوم است میدوند. در باقی مانده راه بین صفای مروه دعا، ذکر، قرائت قرآن، همه چیز جایز است. یعنی با ذکر و با دعا مشغول میشه. وقتی که به بالای مروه رسیدند و به قله بلند مروه برآمدند، عیناً همین ذکر رو باز تکرار میکردن. لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. سپس دعا میکردن، سپس این ذکر رو میگفتن، دعا میکردن، سپس ذکر رو میگفتند و از مروه فرامده باز به صفا میرفتند. از صفا به مروه آمدید یک دور است، از مروه به صفا رفتید دو دور است. در صفا عیناً همان ذکر و همان دعا رو با میکنید، بعد میفراید 3، می آید به مروه میگردید، میرید به صفا 4، می بیایید به مروه 5، میرید به صفا 6، گشته می آید به مروه 7. با همین یعنی که سعی صفا که رکنی از رکنهای حج است به اتمام میرسد. و یکی از خطاگی هایی که بعضی حاجی ها میکنن، اتباع را در صفا مروه هم میکنن. یعنی کتف راست را کشادن. کتف راست را کشادن فقط در طواف است، چخیلی که در بالا گفته گذاشتیم.